چی کارم داری؟ چند تا تار موت بیرونه. باید ارشاد چی؟ ارشادشون کنیم. میبینم دارید برای موساد جاسوسی میکنید. روزگارتون رو سیاه میکنید. خانم امینی بیماری زمینه‌ای داشتند و به رحمت خدا رفتند. لعنت به شما حرومزاده های دروغگو. تعدادی از جوانهای ما به دلیل مصرف روانگردان دست به خودکشی زدند. آره تو که راست میگی. حالیتون میکنیم عوضیا. اغتشاشگران به تقاص اعمالشون رسیدند. همشون رو اعدام کردیم. چجوری میتونید انقدر بیشرف باشید؟ انتقام بچه هامون رو میگیریم. طبق تحقیقات ما زن زندگی آزادی یه پروژه صهیونیستیه و خانم مهسا امینی هم عضو گروه‌های تجزیه طلب بودند. ما دیدیم برادرامون رو به تیر بستید. شما سرزمین ما رو اشغال کردید. بیرونتون میکنیم. اعتراض جوونها برای اینه که میخوان تو خیابون لخت شن. حاجی جون عمامت روکی پرونده؟ خواهرم حجابت. Fuck you bitch.